امروز 24 اپریل است و شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوعها صحبت میکنیم. در حالی که سازمان جهانی تندرستی یک هیئت خود را به تاجیکستان میفرستد، کوچه‌های دوشنبه را شرکت تاجیکی به ضرر میگرداند. خود نجات یافتی کسی دیگر را هم نجات بده. دوای کووید 19 را در خون افراد شفا یافته میجویند. و برای نخستین بار در تاریخ 1400 ساله دین اسلام برای ادای نماز دست جمعی در ماه رمضان بزرگترین مسجدهای مسلمانان در مکه و مدینه بستند. اهل عالم با بحران خطرناک پاندمی کرونا ویروس مواجه است. بدون شک این بهترین امکان دعا می باشد که الله مردم را از وبا خلاص کند. سیروژدین مهریدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با هانس کلوگ مدیر منطقوی سازمان جهانی تندرستی در اروپا صحبت داشته است. دفتر مطبوعات وزارت روز 23 اپریل در یک اظهارات رسمی گفت مهریدین با کلوگ مسئله پیشگیری سرایت بیماری کووید 19 را بررسی کرده. در اظهارات اشاره می شود در این تماس تلفنی پیامدهای پاندمی برای تاجیکستان و چگونه سازمان جهانی تندرستی می تواند برای کشور در پیشگیری این بیماری کمک کند مطرح شد. عبدالله اشورف با تفصیلات بیشتر. هفته آینده سازمان جهانی تندرستی هدف دارد هیئت‌های خود را به تاجیکستان و ترکمنستان فرستد. روز پنجشنبه رئیس سازمان جهانی تندرستی در منطقه اروپا در این باره اظهارات داد. ما باید خطا نکنیم. ما در میان آب پرتلاطم هستیم و کار را به همین منوال باید مدت ادامه دهیم. از 10 کشور جهان که در 28 ساعت گذشته شماری از همه بیشتر گرفتاران نوی کووید 19 را به قید گرفتند، 6 کشور در قاره اروپا است. من از همه کشورها دعوت میکنم استراتژیایی را که پیش راه این ویروس را میگیرد جدی گیرند. اشاره کلوگ برای فرستادن یک هیئت ویژه سازمان جهانی تندرستی به تاجیکستان در حالی است که مقامات کشور اصرار می‌ورزند در تاجیکستان یگان شخص به کووید 19 گرفتار نشده است. اما مرگ مرموز چند نفر از بیماری‌های به مثل پنومونیا، التهاب شش و بیماری‌های دل شبهه ساکنان را به بار آورده است. در عرفه سفر هیئت سازمان جهانی تندرستی گلینا پرفیلی و رهبری نمایندگی این سازمان در تاجیکستان که تاکنون به تکرار میگفت در تاجیکستان کرونا ویروس نیست، در مصاحبه با نشریه کمرسنت میگوید به نتیجه های سنجش در تشخیصگاه های تاجیکستان مطمئن نیست و نمیتوان قاطعانه گفت که یگان موردی سرایتیابی وجود ندارد. گزارش عبدالله شروف بود. تاجیکستان و ترکمنستان فعلا از کشورهای کم شماری در عالم محسوب می‌یابند که ادعا دارند کرونا ویروس در آنجا ثبت نشده است. تاجیکستان میگوید برای جلوگیری از احتمال گرفتاری به بیماری کووید 19 از تمام چاره‌ها کار می‌گیرد. از جمله مقامداران تاجیک با تشکیل گروه‌های کاری در دوشنبه خانه به خانه گشته ساکنان را از تهدید کرونا ویروس آگاه دارند. در این بین یک شرکت تاجیک به بی‌ضررگردانی کوچه و باغ‌های پایتخت پرداخته است. ادامه در گزارشی برای صوفی. مقامات شهرداری دوشنبه بی‌ضررگردانی و یا دیزینفکسیای سرتاسری تمام خیابان و کارخانه و مؤسسه و باغ‌های پایتخت را شروع کرده است. فعلا با اجاره 10 ماشین داروپاشی از شرکت فوز خیابان‌های مرکز پایتخت را شبانه بی‌ضرر می‌گرداند. مسئولان شهرداری میگویند همچنین 100 ماشین آبپاشی برای بی‌ضررگردانی خیابان‌های پایتخت آماده است. до дестем корхонаам ҷалб кардем мошинои худмонам буромадеста бечорта ҳамаи корхонаро карда истодем шабона ҳама ҷура кардем бозору мозоротам тақсим кардем мактаботам тақсим кардем. با افزایش تهدیدهای کرونا ویروس به کشورهای جهان و از جمله تاجیکستان تمام کارخانه و اداره‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی و طبی دستور گرفتند که همه گونه جای و مکان‌های دسترس را هرچی بیشتر از همه گونه ویروس و میکروب‌ها بی‌ضرر گردانند. همون شرایطی ظرف کردی یا شرایطی که همون چند تا استفاده می‌برند. یک روز ما با مقدار 5000 6000 لیتر در شهر تقسیم می‌کنیم. گیپوخلوریدی نتری. شهرداری گیپوخلوریدی نتری یک مایع معروف بی‌ضررگردانی را در کارخانه آب و کاریز دوشنبه تولید می‌کند. این کارخانه حالا در یک شبانه روز 180 تن گیپوخلوریدی نتری تولید می‌کند و قابلیت تا 300 تن استحصال این مایع بی‌ضررگردانی در شبانه روز را دارد. وابسته از طلبات
شهر دوشنبه، کارخانه‌های واحد دولتی آب خارجی شهر دوشنبه اقتدار استحصالش تا 100,000 لیتر واسطه ایستاده است. 1 لیتر گیپخلورید ناتری در این کارگاه تولیداتی 1 سومانی قیمت دارد. تا زمانی شروع پاندمیای کرونا ویروس در جهان بی‌ضررگردانی در همه کارخانه و بازار و مکاتب بر اساس نقشه سری چند مدت گذرانیده میشد. حالا این کار به بخش مهم و فوری در جامعه تاجیکستان تبدیل شده است. روز 23 апрел дар Британия озмоиши ваксинаи эҳтимолии COVID-19 оғоз ёфт. Довталабон як зан ва як мард дар донишгоҳи Оксфорди Британия тавассути Сузан ваксин гирифтанд. Ҳамин гуна озмоишҳо дар Олмон, Белгия ва дигар давлатҳои олам шурӯъ шуданд. Тахминан 100 номзад дар пажӯҳишгоҳҳои тиббӣ ва биотехникӣ ваксинаи коронавирусро озмоиш мекунанд. Табибон умедворанд ваксина на танҳо дар муолиҷа кӯмак мекунад, ҳамзамон ба аъзои дигари бадан зарар намерасонад. яке аз роҳҳои мубориза бо коронавирусро дар Амрико пайдо карданд. истифодаи плазма ва ё зардобаи хуни афроди шифоёфта аз коронавирус. тафсилотро дар гузориши Каймарсиатто мебинем. албатта донистани ин ки дар хуни ман мумкин аст посухҳое ба ин муаммо вуҷуд дошта бошад бисёр шигифтовар мебошад. تیفانی پینکنی اهداکننده پلازما قبلا به بیماری کووید-19 مبتلا شده بود و شفا یافت. پینکنی یکی از اولین بیماران سابق در نیویورک است که به اهدای پلازمای خونش اقدام کرده تا از آن در درمان آزمایشی بیماران دیگر استفاده شود. این بسیار ساده است. افرادی که شفا می‌یابند در خونشان پادتن‌های دارند که ویروس را کشتند و اگر آنها پلازما اهدا کنند، پلازما بخشی مایع خون است، نه سلول‌های سرخ رنگ و مانند آن. این پلازما پادتن‌های دارد و شما پلازما را می‌توانید برای درمان عفونت یا جلوگیری از آن به فرد دیگر انتقال بدهید. انتقال پادتن‌ها از بیمارانی که شفا یافته و هنوز حالت ضعف و ناتوانی دارند به افراد دیگر در اندام شخص گیرنده مسئولیت پسیو را ایجاد می‌کند و مبارزه علیه عفونت یا ویروس را آسان‌تر می‌سازد. این یک روش نو و هنوز اثبات نشده مبارزه با ویروس کرونا است، اما در علم طب پدیده تازه نیست. از این روش برای درمان قربانیان بیماری همگیری زکام در سال 1918 و حتی پیشتر از آن علیه دیفتریا، بیماری که منشأش باکتری است، استفاده شده بود. ظاهراً در زمان پهن زکام خوکی، اپیدمیاهای H1N1 در سالهای 2008-2009 اثری مثبت داشته است. اما پژوهشگران تأکید می‌کنند که هنوز چیزهای زیاد برای آموختن درباره ویروس کرونا و شیوه‌های مبارزه مؤثر با آن وجود دارد. ویروس کرونا بیماری نو است. بنابراین ما باید یاد بگیریم که چگونه از آن استفاده کنیم. من فکر میکنم که ما در اندیشه و عمل خود باید جدی باشیم و این روش را با آزمایش‌های بالینی مناسب مرتب امتحان کنیم. در بیمارستان کوه سینا در نیویورک 35 بیمار در چارچوب آزمایش‌های بالینی از اهدا کنندگان پلازما دریافت کردند. мо бо диққат ва эҳтиёти тамом фароянди беморӣ ва додаҳову иттилооти дигарро радиёбӣ ва расад мекунем ва умедворем ки битавонем баъд аз ҳудуди 2 ҳафта ёфтаҳои аввалияи худро бо шумо ва ҷаҳониён дар миён гузорем. масалан ин ки оё плазмаҳо метавонанд дубора паҳн шаванд, чӣ муддате масъун ва эмин боқӣ хоҳанд монд, чӣ муддате масъунияти онҳо дар сатҳи поин ё дар сатҳи боло боқӣ мемонад. инҳо мавридҳоест ки қасд дорем ба он пардозем ба виҷа ин ки ҷомеаҳоро дубора боз хоҳем кард. تحقیقات مانند در اروپا و چین هم در حال انجام شدن است و پزشکان میگویند آزمایش‌های اول حاکی از بهبود یافتن نشانه‌های بیماران است. اگر به نظر برسد که انتقال پلازما علیه بیماری کووید-19 امین و مؤثر است، باز هم استفاده از این درمان در مقیاس وسیع یک نوع چالش خواهد بود. دیانا برنت یکی دیگر از بیماران شفا یافته به منظور جلب اهدا کنندگان بالقوه در ایالات متحده شبکه را راه اندازی کرده است. мо феҳристе дорем ки ҳамаи озмоишҳои анҷомшуда дар саросари кишварро гирдоварӣ мекунем ва дар дастраси умум қарор медиҳем. دانشمندان انتظار دارند که تحقیقات در مورد انتقال پلازما
همزمان و برابر با فعالیت‌های علمی برای تولید داروها و واکسینه‌های نو پیش برود. با گذشت زمان، مسئولیت انفعالی شاید به ابزار دیگر برای مبارزه جهانی علیه عفونت و بیماری‌های همه‌گیر تبدیل شود. بینندگان عزیز، در برنامه تا این لحظه درباره گفتگوی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با مدیر منطقوی سازمان جهانی تندرستی، بی‌ضررگردانی کوچه‌ها و کارخانه‌های دوشنبه و راه‌های معالجه کرونا ویروس در جهان گزارش دادیم. حالا یک آگهی پخش می شود و بعد آن برنامه را با مطالب دیگر پی می‌گیریم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در حالی که عالم اسلام ماه رمضان را در شرایط سرایت کرونا ویروس آغاز می‌کند، بسیاری ها به اختلاف اشاره می‌نمایند. گفته می‌شود حتی همین تهدید کرونا ویروس نتوانست مسلمانان را متحد کند. در پاکستان طبیبان طلب دارند که نماز در خانه خوانده شود، ولی روحانیان محافظه‌کار این دستور را نادیده می‌گیرند. مثل آن در چندین کشور عالم اختلاف در نمازهای دوره روزه و حتی روز شروع آن جای دارد. اسکندر خواجه میرزاده میگوید در هر صورت دو مسجدهای مقدسترین مسلمانان در شهر مکه و مدینه درهایشان را برای نمازگزاران باز نخواهند کرد. برای اولین بار در تاریخ 1400 ساله دین اسلام در دوام ماه شریف رمضان درهای دو مسجد مقدسترین مسلمانان، المسجد الحرام مکه و المسجد النبوی مدینه بسته خواهند بود. در این دوره فقط خادمان همین مسجدها و از جمله افسران امنیتی و پاککاران امکان خواهند داشت در داخل مسجدهای یاد شده نماز خوانند. روز پنجشنبه در عرفه ماه شریف رمضان تلویزیون عربستان سعودی نماز در مسجد الحرام را نمایش داد. عربستان سعودی 24 اپریل را روز اول روزه اعلام کرده است. شیخ عبدالرحمن السدیسی از مسلمانان دعوت کرد در طاعت و عبادت ماه رمضان دعا کنند که اهل عالم سرایت کرونا ویروس را پشت سر کند. ماه مبارک رمضان در زمان آمد که اهل عالم با بحران خطرناک پاندمی کرونا ویروس مواجه است. بدون شک این بهترین امکان دعا می باشد که الله مردم را از وبا خلاص کند. ولا شك انها فرصة ان يبتهل العباد الى الله بالدعاء. در ابتدای ماه مارس عربستان سعودی ادای نماز در مسجد الحرام مکه و مسجد نبوی مدینه را متوقف کرد. تا هنوز معلوم نیست که در ماه ایول مراسم حج چگونه دایر خواهد شد و آیا عربستان سعودی به قبول زائران خارجی حاضر خواهد شد یا نه. وزارت امور داخلی روسیه میگوید در زمان پاندمی کرونا ویروس شهروندان خارجی را از قلمرو این کشور اخراج نمی‌کنند. در این باره دیروز والنتینا کازاکووا رهبر سرریاست امور مهاجرت این وزارت در یک نشست خبری اطلاع داده است. کازاکووا گفته است از 15 مارس تا 15 ایون امسال در نسبت شهروندان خارجی قرارهای مربوط به دیپورت و یا حضور نامطلوب قبول نمی شود. این چنین ویزا، اجازت کار، اقامت موقت و حق اقامت و پتنت که در دست مهاجران است به کار نمی شود. هفته گذشته پرزیدنت روسیه با نشر قرار به مهاجران کاری تا نیمه ماه ایون اجازه داد که بدون قید رسمی و پرداخت پول پتنت در روسیه بمانند. از سوی دیگر در صورت خواهش به وطن برگشتن مهاجران درمانده در شرایط کارانتین روسیه فعلا امکان ترک این کشور وجود ندارد. اینجا برنامه اخباری امروز را به پایان میرسانیم. تا ملاقات بعدی در هفته نو، بینندگان عزیز شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخوانید و گزارش‌های روز همچنان در آزادی ویدیو کانال ما دسترس هستند. من شما را در هفته نو منتظرم. تا آن روز خدا نگهدار.